مردم حالشون زوره. این نمیخواد دایره های. این نمیخواد پاییز. این آمدن در نمیشه مونده. این روز کشورمون معرکه نیرومون اونجا روز کدای. این آمدن دیگه نمیدونیم با کجا بگذاریم. نداریم. چیکار کنیم؟ همین سال اونجا خدمون با خوای خلق اونجا کفر کردیم. اوضاع داشته. کاری پروردگار چیکار کنیم؟ خیلی فکر میکنیم که همون خمیشه چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ بازی با مکتب کردیم. 9 سال مکتب کردیم. معلمش دیرکتورش همین جای روزای میشه که هم دیرکتور رفتن نمیتونه. این همین اون روز ما آمدیم تو همینجا آمدیم دیرکتور همینجا پیاده پلش اوی داتناش خیلیش زور اومد. برون مرون شوی نمی دایرو همه تو همینجا رو هم او پر میشه. خدا روز اگر یک کسل یا بیماری اگر یک فلوکت شود باید میمونه دو پر امکاناتی گذراندن نیست. یا وقتی چیز کنم که باید او دا ماشین مون کماز خطی اومده هم کسلی را گوکی گذراندن با کماز و با تراکتر بیتن گذراندن کدف اومده. این خیلی شروعیت هست. او خر اسب دارن. این ای وقتا دیگه ماشین نمیگذره. با اسب میگذرن. وقتی شد که همون اسب میگیرن. میگذرن ماشینات نمیشه سیونکه کنه. خیلی با کدام حالات میگذرن. یا روزی بعدا یا خی وقت ماشین در دوری همی او باشه تمام امکاناتی ماشین گذاشتن. یا خی وقت در دوری همی او میمره ماشین. این همی روز تو بگرم او ماشین تیلا کردیم. ماشین کشیدیم رو آوردیم. هر یک ماشین بیل تروس همین خیلی روزی بعد و خیلی روزی بعد کامبودش یک کپرک خیلی جای بد نیست جای وطنی با گیمونای کامبودی همین یک کپرک چند باشید لایش میروید سبب چی بودنش نامعلوم که برای چی نمیشود یا که مساحتش کلونه ایروی همیای یا که اهالی کمای ای خاطر باشه ما اینم همه بچه ها همین رحمانه خودمان با خواه این بچه ها سنگ ریختگیم این همین لوی دایرات تا درون قشلاق سنگ ریختگیم پرابلم این همین دایرات یک هم مهاجرت میره سبب زندگی میان گوتی چی که اشکمی کودکش اشکمی وایش اکنون کده نه برای راه رو عبودی همین قشلاق یا سنگ باید قوم ریخته با واسطه کوی یکی برای کپل کردن هم کنیش هم که امکانیت نداریم فقط همین تو کشلا بودن با خواه خمو با همین جت همین کسه خمو میغلطه تگه او میشه و خیلی امکانیت میشه عصب قطی بسیار خیلی واقعا شدگی هست به خیلی چی نمیدونه کجا بره شاوکه میشه چی؟ نه این همه دو پرچه قشلاق دمیجا هست زیاده از 100 نفر در این ده زندگی میکنه یک 70 چند نفر در این ده بازی بین همین ده ها مکتب 9 ساله کردگیان همین مکتب پیش همین مکتب ده یک 81 خوجگی ده زمین دادگیان زمین نزدی حولگی مردم ای خاطره که همین شرایط نیستن هیچ که وای رفتن نداره که ما در اونجا میگیریم با گیجو میریم چیکار میکنیم در گازتا روی خط بر اومده اونجا 80 چند نفر در روی خط بر اومده که زمین نزدی حولگی در بین دههای ملاشری و ارچه حالا ای روی شرایط تا که میان میبینن ای همین حساب حاضر موندگی های تقسیمات نشیده فقط در گازت وایشون بر اومده یا تقسیمات نشیده